آنا وینتور هیچ وقت عینک آفتابیشو بر نمیداره. آنا وینتور قدرتمندترین زن در صنعت مد جهانه. سردبیر مجله ووگ که تنها یک تماس تلفنیش کافیه که تمام سرنوشت یک طراح لباس رو به باد بده یا اون رو به اوج برسونه. به قدری تاثیرگذاره که حتی پروتکل‌های سلطنتی رو هم زیر پا گذاشت و با عینک آفتابیش کنار ملکه انگلستان نشست و کسی نتونست بهش خورده بگیره. اما راز این عینک چیه؟ جواب اینه که به قدری این انسان تاثیرگذاره که حتی نحوه حرکات چشمش و نگاه کردنش به مدل‌ها و طراحی‌های مختلف لباس میتونه سهام اون شرکت‌ها رو جابجا کنه. نابغه‌ایه که ترندها رو بسیار سریعتر از خود بازار میفهمه و اگر از طرحی خوشش بیاد قطعاً اون آینده بازاره و اگر حس خوبی نداشته باشه قطعاً اون ترند شکست می‌خوره. و این نوع اطلاعاتیه که حاضر نیست رایگان در اختیار بذاره و شرکت‌ها بابت فهمیدنش باید میلیون‌ها دلار پول بدن. به همین خاطره که در تمام مراسمات عینک آفتابی میزنه که موقع برانداز کردن کسی متوجه احساسات اون نشه. صد البته بخشی از برند شخصیش هم هست و با همین یک کار خودش رو از تمام حاضران جدا میکنه و این پیام رو میرسونه که شما در حدی نیستید که بتونید با من ارتباط چشمی مستقیم داشته باشید و توجه من رو بگیرید. من ویس مصطفی پور، متخصص رشد کسب و کار و برندها و آموزشی دیگر. بدرود.